لما بالخير جه معانا واللي شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها. رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. حبيب الله حبيب الله سلام و درود بی پایان الله بر خاتم انبیا پیامبرمان محمد که به مکتب نرفت و خط ننوشت اما مسئله آموز 100 مدرس شد. غم اندوه را دور می ساخت، امور مهم را به عهده می گرفت و آینده نگر و نیکندیش بود و به مانند ابری بارانی پر خیر و برکت بود. و همچنین سلام و درودی بی پایان الله بر خاندان و یارانش باد. بزرگان قریش پیشنهاد جدیدی به پیامبر دادند تا شاید از دعوتش دست بردارد. به محمد پیشنهاد دادیم که 1 سال ما دین او را بپذیریم و 1 سال او دین ما را، اما نپذیرفت. گفتیم آنچه تو میپرستی را میپرستیم، پس آنچه میپرستیم را بپرست، اما نپذیرفت. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد مشرکان را نپذیرفت، سوره عظیمی نازل گشت و سوره کافرون نازل شد. سعید گفت ای فاطمه، تصور کن که آنها گنجی به پیامبر پیشنهاد دادند اما پیامبر نپذیرفت. او با حق و با کتابی واضح و آشکار آمده است ای سعید. سعید گفت من از نادانی و تنفر قریشیان نسبت به پیامبر نگرانم. الله او را از شر این مردم حفاظت می کند، مطمئن باش. یا اینجا بر روی این سنگ سلطان بنشین. به دین محمد کافر شد. اگر به محمد که خدا اجازت تو را آزاد می کنم. محمد فرستاده اوست. محمد فرستاده اوست. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کنار کعبه مشغول نماز خواندن بود، ابوجهل که سنگ بزرگی در دست داشت به سمت او آمد. وقتی محمد به سجده برود او را خواهم کشت. ابوجهل
tried to kill Muhammad, but he was faced by horror and fear. He became disappointed and terrified. Abu Jahl a essayé de tuer le prophète, mais il fit face à l'horreur et repartit déçu et terrifié. چه کسی مراقب تازه محمد؟ چه کسی با عنایتش تو را در امان نگه می‌دارد؟ هرگز مثل ایمان نمی‌آوریم محمد، ایمان نمی‌آوریم. هر معجزه‌ای هم که بیاوری هرگز مثل ایمان نمی‌آوریم. چه بر سرت آمده ای ابوالحکم؟ به سویش رفتم تا آنچه گفته بودم را انجام دهم. بعدش چه شد؟ وقتی نزدیک محمد شدم شتر قدرتمندی را دیدم که قبلا مثل آن را ندیده بودم. نزدیک بود مرا بخورن. ای عابد، سیاه پوست علیل، هیچ ارزشی نداری. هم اربابان و هم دیگر خدمتکاران به تو آسیب میرسانند. حقیرانه زندگی میکنی و از پسمانده غذای آنان میخوری و آنچه آنان میپرستند را عبادت میکنی و از بی ارزشترین لباس هایی که دور میریزند میپوشی. ای مولای من، ای فریاد رس من، از تو میخواهم که دخترم با شاهزاده یا سلطانی ازدواج کند. اما من نمیخواهم با شاهزاده ازدواج کنم پدر. چرا دخترم؟ میخواهم همسرت پادشاه باشد. دختران زیادی با شاهان ازدواج کردند اما عاقبتشان طلاق یا شکنجه بود. آب آوردم ای سرورم اسعد. ای برده سیاه چهره، چرا دیر کردی؟ ظرف سنگین بود. ای علیل، گورتو گم کن، گورتو گم کن. آیا کسی نیست تا بردگان را از شر اربابان ظالم نجات دهد؟ آیا کسی نیست تا ما را از این زندگی حقیر و ذلت بار رها کند؟ آیا هیچ مرد عادلی نیست تا فرمان روایی کند و عدالت آورد تا ما هم با سربلندی زندگی کنیم؟ اینقدر زیر بار ذلت رفته ایم که ذلت نیز از ما خسته شده است. بانوی من، برایت غذا آوردم ای عابد. آیا بردگان از غذای اربابشان سهمی دارند؟ از وقتی بچه بودیم با هم بزرگ شده ایم ای عابد. ما بچه بودیم بانوی من. احساس می کنم عدالت روزی برپا خواهد شد و اوضاع همیشه این گونه نمی ماند. هیچ کس نمی داند روزگار چه در پیش دارد ای بانوی من، خیر یا شر. عابد، عابد. پیامبر صلی الله علیه و سلم امور دینی را به اصحابش می آموخت و آنها را بر صبر و بردباری تشویق می نمود. آیات قرآن پیاپی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل می گشت و ایشان همچنان به دعوت خود ادامه می داد تا آنکه دعوت به خانه ابو طالب رسید و همسرش فاطمه نیز ایمان آورد. پاک و منزه است الله، الله یگانه و یکتا. فاطمه،
بله همسر عزیزم. میبینم چیزهایی را میگویی که اصحاب برادرزاده‌ام میگویند. من مسلمان شدم، همان گونه که پسرم علی مسلمان شد. تنها تو نیستی که مسلمان شدی، برادرم حمزه نیز مسلمان شده. حمزه مسلمان شده؟ چگونه؟ برایت میگویم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کنار کوه صفا ایستاده بود که ابوجهل به سوی ایشان رفت و به ایشان گستاخی و اهانت کرد و دینش را مورد تمسخر قرار داد و گفت: این بچه تو رو خواهی به قامت میگویی، تو دنبال شهرت هستی. حمزه که تازه از شکار برگشته بود کمانش را به دست داشت که زنی به سمت او آمد و گفت: ای سرورم حمزه. حمزه گفت: چه میخواهی؟ زن از پرخاشگری و اهانت ابوجهل نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داد. دیدید با محمد چه کردم؟ بله، تو به او اهانت کردی ای ابوالحکم. حمزه را رها کنید، چرا که من به برادرزاده‌اش اهانت بدی کردم. حمزه رو به ابوجهل کرد و گفت: به چه جرأتی به محمد اهانت کردی در حالی که من نیز به دینش ایمان آوردم؟ شهادت میدهم که خدایی جز الله یگانه نیست و شهادت میدهم محمد بنده و فرستاده اوست. و مردم قریش به خوبی دریافتند که پیامبر بیشتر از قبل قدرت یافته و حمایت می شود. ای شفاعتگر من نزد رازق آسمان ها و زمین، میخواهم قدرتمندتر و عزیزتر شوم. ثروت و برده میخواهم، طلا و نقره میخواهم. دعوت محمد سلطه و اعتبار مرا تهدید میکند و تجارتم را از بین میبرد. دعوت او باید خاموش شود به هر قیمتی. ای قوم، من سخنورتر از محمدم و داستان پادشاهان فارس را آموختم. به من گوش کنید، نه به او. ابن عباس رضی الله عنهما فرمود 8 آیه از قرآن درباره نضر بن حارث نازل شده است. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله بخشنده مهربان. و چون آیات ما بر آنان خوانده شود میگویند به خوبی شنیدیم. اگر میخواستیم ما نیز قطعاً همانند این سخنان را میگفتیم. این قرآن چیزی نیست مگر افسانه های پیشینیان. لنا ضوء هو النجاة يحمينا من موج الحياة، للي يضل وقلبه تاه سنة وكتاب معينة. لنا ضوء هو النجاة يحمينا من موج الحياة، سنة وكتاب معينة. وصلت رسالتك نبي رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا، غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين